بیوگرافی یا بایو پیج‌های اینستاگرامی خیلی جای مهمی ها. حکم دیت اول رو داره تو اینستاگرام. زمانی که مخاطب وارد پیجت میشه، حکم ملاقات اول با اون مکالمه های اولیه داخل اینستاگرام رو داره. بدون اینکه بدونی خیلی از افراد رو، خیلی از مشتری ها رو با جملات و کلماتی که توی بیوگرافی داری می‌نویسی داری از پیجت دور میکنی. با من تا انتهای این ویدیو همراه باش. میخوام بهت یه سری نکات رو بگم که با رعایت کردن این نکات یه بیوگرافی خیلی جذابی داخل اینستاگرام داشته باشی. سلام دوست من، ابتدای این جلسه اگر کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب نداری حتما سابسکرایب بکن و نوتیفیکیشنش رو فعال بکن که این دوره جذاب اکسپلور پلاس اینستاگرام که رایگان داره ارائه میشه داخل یوتیوب رو از دست ندی. هر جای این دوره هم برات سوال پیش اومد توی کامنت ها از من بپرس و همه سوالات جواب میدم. اما وقتی یه فردی وارد پیج شما میشه، اولین جایی که میتونه با شما صحبت بکنه و ارتباط برقرار بکنه و صحبت ها و حرف های شما رو بشنوه بیوگرافی است. پس ما باید یه سری جملاتی و کلماتی رو داخل بیوگرافیمون بنویسیم که یه حس خیلی خوبی به اون مخاطب دست بده، زده نشه از پیجمون، جذب پیجمون بشه. که خیلی از پیج ها به خصوص پیج های فروشگاهی خیلی سرسرکی از این قسمت عبور میکنن و هر چی دوست دارن رو مینویسن، نمیدونن که با نوشتن هر جمله و هر کلمه ای باعث میشه که اون افراد از پیجشون خارج بشن. چه کلماتی رو نباید ما توی بیوگرافی بنویسیم؟ من چون پیج‌های فروشگاهی خیلی زیر ذره بین‌تر هستن، من پیج‌های فروشگاهی رو بیشتر مثال میزنم و در انتهای این ویدیو هم کسب و کارها و حالا شغل‌های مختلف داخل اینستاگرام یه سریاشون رو مثال براشون میزنم که ذهنیت شما بازتر بشه. اما چون نکات پیج‌های فروشگاهی خیلی بیشتر هست، من اینجا نکات پیج‌های فروشگاهی رو میگم. اما یه پیج چه چیزهایی رو نباید بنویسه؟ مثلا پیج‌های فروشگاهی کلمه فروش، بیاین بخرین، نمیدونم فروش محصولات، کلمه فروش رو داخل بایوگرافیتون اصلا نیارید. یا اینکه هزینه ارسال با مشتری رو ننویسید هیچ وقت. حالا بهتون میگم چیکار بکنید. یا در خرید خود دقت بکنید، پس گرفته نمیشود، خرید دایرکت، خرید واتساپ، خرید نمیدونم از سایت. خیلی خرید تو سایت اصلا بلد نباشن، اما همین سایت میتونه یه مزیت مثبت باشه که حالا جلوتر بتونید. از اینجور کلمات داخل بیوگرافیتون استفاده نکنید، یه حس خیلی بدی به مخاطب میده. مخاطبی که وارد پیج شما میشه میدونه که وارد پیج فروشگاهی شده، میدونه که یک محصول رو باید بخره، یا یه پیج خدماتی شده، میدونه که یک خدماتی رو باید دریافت بکنه و نسبت به اون خدماتی که دریافت میکنه باید یک هزینه پرداخت بکنه. اینو مشتری میدونه، مخاطب میدونه اینو. پس بذار مثل یک فروشگاه واقعی وارد پیجت بشه، نگاه بکنه، محصولات رو نگاه بکنه، اگر دوست داشت خرید بکنه. اینو خود مخاطب میدونه، نیاز نیست شما بهش هی بگید آقا بیا بخر میخوام میفروشم. اینو نباید بگید. اما چه چیزهایی رو ما باید بنویسیم داخل بیوگرافیمون؟ هر کسب و کاری که چه تو دنیای واقعی چه تو دنیای مجازی وقتی احداث میشه، همیشه اون مسئول اون کسب و کار دوست داره یه سری مزیت‌های نسبت به رقباش، نسبت به پیج‌های همکارش داشته باشه که اونو سرسر کنه نسبت به اونا، که مردم بیشتر توجه کنن به اون پیج یا به اون کسب و کار بابت اون مزیت‌هایی که داره. همین مزیت‌ها رو شما بیا داخل بیوگرافیت بنویس. مثلا چی؟ تنوع کالا داری، تنوع کالات نسبت به رقبات خیلی بیشتره، اینو بیا بنویس. یا اینکه میتونی شما محصولات رو گارانتی بکنی، مثلا میگه آقا این محصول اینقدر تایم گارانتی داره محصولات ما، خب اینو بنویس. طرح تعویض داری، مثلا میگه آقا 24 ساعت 48 ساعت مهلت تست داره، اگر خوب نبود میتونی حالا تعویضش کنی، میتونی پس بفرستی. طرف با خیال راحت میخره، میگه آقا میخرم، نهایتا اینجوری بود پس میدم دیگه. داری میگه که طرح تعویض داریم دیگه، طرح حالا 24 ساعت مهلت تست داره این محصول دیگه، با خیال راحت میخره. یه نکته هست اینجا، مثلا میگه که هزینه ارسال با مشتری. گفتم خب اینو ننویس، مشتری خودش میدونه هزینه ارسال با خودشه. یه موقع یه مشتری هم نمیدونه، در نهایت آخر خریدش میاد میگه که آقا اینم هزینه، او میگه آره هزینه ارسال بعد میدادم، اشکال نداره بزن رو محصول. اما اگر هزینه ارسال رایگانه، این خودش میشه یه مزیت رقابتی. توی بیوگرافیت بنویس هزینه ارسال رایگان. یه سری پیج‌ها مثلا مزیت رقابتی اینجوری ندارن اما سابقه کاری خیلی خوبی دارن، سابقه کاری تو بنویس. یا آنلاین شاپ ها، حالا یه سری از فروشگاه ها داخل اینستاگرام
حالا فروش حضوری دارن، بنویس فروش حضوری هم ما داریم. خب آدرس تو بده، طرف میدونه آدرس داری. خب میگه حالا جاش هم که مشخصه کجاست دیگه. اینا اعتماد سازی میاره. خیلی از کسب و کارها توی حالا دنیای واقعی، حالا مجازیش که چی، دنیای واقعی نیاز ندارن که یک مغازه یک جای شلوغ شهر داشته باشن. اما یه اصطلاحی هست ما بازاریا داریم، میگیم که باید یه پاتوق داشته باشیم. یه پاتوقی که ما رو بدونن اونجا هستیم. شاید مثلا خیلی از یه سری از کسب و کارها تو پارکینگ خونه‌شون هم که بخوان کار بکنن براشون مشتری رو بیاره ها، اما میگن یه پاتوق خیلی خوبی توی یک جای شهر داشته باشیم که ما رو به اسم اون پاتوقه بشناسن. توی اینستاگرام، تو پیج اینستاگرام اگر شما آدرس پاتوقتون رو یا اون فروش حضوریتون رو بذارید خیلی اعتماد سازی براتون میاره. اما اون سایته که بهتون گفتم فروش تو سایت نذارید، خب خیلی از افراد فروش تو سایت رو، یعنی خرید تو سایت رو بلد نیستن که مثلا بخوان از تو سایت برن بخرن. اما همون سایته شما میتونید به نماد اعتماد الکترونیکی بگیرید و توی بیوگرافی رو بنویسید که ما نماد اعتماد الکترونیکی داریم. این خودش اعتماد براتون میاره. یه سری نکات رو هم برای نوشتن توی بیوگرافی شما باید رعایت بکنید. مثلا بیوگرافیتون رو پاراگرافی پشت سر هم ننویسید، خط به خط. مزیت رقابتی رو نوشتی، بیا پایین یه مزیت دیگر رو بنویس، همینجوری پایینتر آدرس رو بنویس، یه شماره تماس بذار، به این سبک بنویس. با ایموجی اینا رو از همدیگه جداشون کن، یه چهره جذابی به پیجت بده. و اینکه یه تکنیک هم همینجا من بهتون بگم، توی این تکنیک شما میتونید از داخل بیوگرافیتون افراد رو پاس بدید به یکی از هایلایتاتون. حالا به یکی از پستاتون فرق نمیکنه، به هایلایت باشه بهتره. مثلا تو یکی از هایلایت‌ها بیا یه نکته آموزشی بذار، یا حالا یه نکته جذابی که مخاطب رو جذب بکنه که اونو بخواد نگاه بکنه. که نکته الگوریتمی هم از این بهتون بگم، با پاسداری افراد به یه بخشی از پیج باعث میشه که اون فرد وقت بذاره داخل پیج. خود همین کار واچ تایم گرفتن از مخاطبه که توی الگوریتم خیلی تاثیر داره. از اینجای آموزش به بعد میخوام یه سری مثال ها در مورد دسته‌بندی های پرمخاطب اینستاگرام بزنم که ذهنیت شما برای انتخاب بهترین بیوگرافی بازتر بشه. اولین دسته‌بندی که میتونیم مثال بزنیم دسته‌بندی فکته. یه پیج فکت چه بیوگرافی رو میتونه انتخاب بکنه. مثلا یه پیج تاریخ ایران، حالا تاریخ جهان فرق نمیکنه، پیج تاریخی هست، چی میتونه بنویسه؟ میتونه بنویسه با هم دیگه به گذشته سفر کنیم و رازهای تاریخ ایران رو کشف بکنیم، یا رازهای تاریخ جهان رو کشف کنیم. یا مثلا یه پیجی برای دانستنی روزه، میتونه چی بنویسه؟ اطلاعاتی رو بهت میدم که تا الان فکر میکردی اینا افسانه است. یا هر روز یک نکته شگفت‌انگیز برای ذهن کنجکاوت. هر روز یک نکته شگفت‌انگیز برای ذهن کنجکاو شما. پیج‌های فکت میتونن اینجوری انتخاب بکنن. اما دسته‌بندی پیج‌های واینری بیوگرافیشون خیلی راحت‌تر از بقیه پیج‌هاست. فقط یک جمله حال خوب کن، همونطوری که تو پیجتون میخوام بیان لبخند روی لب‌هاشون بیاد، توی بخوندن بیوگرافیتون هم همین اتفاق براشون بیفته. مثلا میتونید بنویسید با من بخندید، حالا به من بخندید هم میشه بگی، ولی با من بخندید و شادی رو به اشتراک بذارید. هم بهش گفتی بخند، هم گفتی به اشتراک بذار، حالا اون خندت رو به اشتراک بذار با بقیه. یا اینکه میتونیم بگیم داخل با ویدیوهای من لحظات شادی رو میتونی سپری بکنی. میتونی این رو هم بنویسی. پیج های هنری قرار نیست مثل بقیه کسب و کارها تو اینستاگرام کلی چیز میز داخل بیوگرافیشون بنویسن. یه جمله جذاب بنویس که هم تم هنری داشته باشه، هم شغلتو معرفی بکنه و هم یه حس خوبی به اون مخاطب. مثلا پیج های موسیقی دارن، آموزش موسیقی میدن، آموزش خوانندگی میدن. چی میتونن بنویسن؟ بهت یاد میدم با نوت ها چطور آهنگ زندگی تو بساز. فقط جذابه، تم هنری دیگه فوق العاده ای داره. بهت یاد میدم چطور با نوت ها آهنگ زندگی تو بسازی. یا اینکه مثلا یه پیج سفالگری چی میتونه بنویسه؟ میتونه بنویسه بهت یاد میدم با دستان خودت سفال زندگی تو بسازی. بهت یاد میدم با دستان خودت سفال زندگی تو بسازی و در نهایت خودتون رو معرفی بکنید. حالا این خودتون رو معرفی کردن، اگر مربی هستید، اگر دانشجو دارید، اگر افتخارات دارید، اگر مدرک حالا بین‌المللی ایرانی خارجی هر چی دارید رو میتونید
انتهاش بنویسید و یه بیوگرافی خیلی جذابی رو داشته باشید. اما دسته‌بندی پیج‌های آموزشی و خدماتی دقیقاً مثل پیج‌های هنری به دو بخش تقسیم میشه. بخش اول کسب و کارتون رو معرفی کنید، یعنی اون کاری که دارید انجام میدید داخل پیجتون. قسمت دوم بیاین خودتون رو معرفی کنید. حالا چطوری باید این کار رو انجام بدید؟ مثلا پیج‌های آموزشی و خدماتی میگه با اصول من، مثلا پیج فارکس آموزش ارز دیجیتاله، با اصول من ارز دیجیتال یا فارکس رو یاد بگیر و به سمت موفقیت مالی حرکت. یا تو این پیج 0 تا 100 فارکس رو یاد میگیری، تو این پیج 0 تا 100 آرایشگری رو یاد میگیری. با اصول من آرایشگری رو یاد بگیر و به سمت زیبا شدن حرکت. اینطور میتونی بنویسید و در نهایت حالا اون مدارک و اون دانشجوها و اون خودتون رو میتونید معرفی بکنید. پیج های بلاگری بیوگرافیشون خیلی راحته، یعنی شما فقط یک جمله حال خوب کن بنویسی بس. مثلا یه پیج بلاگری روزمرگی میتونه بنویسه با من همراه باش تا روزمرگی رو با هم زندگی کنیم، یا تا روزمرگی رو با هم رنگی کنیم. بهتره حالا رنگش کنیم باحال‌تر میشه. با من همراه باش تا روزمرگی ها رو با هم دیگه رنگی کنیم یا زندگی کنیم، فرق نمیکنه. فقط توی بیوگرافیت بنویس تو پیج چی میخوای بذاری و فردی که وارد پیج میشه چی میخواد نگاه بکنه. یه جمله جذاب و در نهایت پیج‌های بلاگری، حالا پیج‌هایی که راه درآمدیش از تبلیغاتی میتونن راههای ارتباطی تبلیغاتش رو بنویسن و کار تمومه. اما حالا با این توضیحاتی که من بهت دادم، اگر بازم ایده نداری برو داخل پیج‌های همکار، برو تو پیج‌هایی که هم لول خودتن، حالا بالاتر از حتی تو هستن، پیج‌هایی که فالوور خیلی زیادی دارن، برو تو اون پیج‌ها ببین تو بیوگرافیشون چی نوشتن. اگر دیدی خیلی جذاب و این اصولی که من گفتم رو داره، دقیقاً همونه بگی تو بیوگرافیت بریم. اگر نبود یه تغییراتی بده باز توی بیوگرافیت همونو بنویس، یعنی با اون تغییرات بنویس. و اینکه نگران هیچ چیزی هم نباش، حالا اگه تکراری هم باشه با بیوگرافی کسی دیگه هیچ اتفاقی هم نمیفته. و یه نکته خیلی مهم هم این که بیوگرافی تو هیچ وقت انگلیسی ننویس. مخاطبای تو فارسی زبانن و انگلیسی اصلا کاربردی برای ما ایرانی ها نداره. امیدوارم که ویدیو این جلسه مفید بوده باشه برای شما. اگر کانال یوتیوب رو سابسکرایب نداری حتما سابسکرایب بکن، نوتیفیکیشنش رو هم فعال بکن. کانال یوتیوب ما رو هم به دوستاتون معرفی بکنید تا دوستاتون هم از این دوره جذاب استفاده بکنن. تو جلسه بعدی میبینم.